دوستان سلام، به کانال گوسان خوش اومدید. در قسمت سوم از فصل یکم این کانال با داستانی از صادق هدایت با شما هستیم. قبل از اینکه بخوایم شنیدن این داستان رو با همدیگه تجربه کنیم، لطفاً دکمه سابسکرایب و زنگوله رو حتماً بزنین تا از تجربه های بعدیمون جا نمونیم. آتش پرست، نوشته صادق هدایت. در اتاق یکی از مهمانخانه‌های پاریس، طبقه سوم، جلوی پنجره فلاندن که به تازگی از ایران برگشته بود، جلوی میز کوچکی که رویش یک بطری شراب و 2 گیلاس گذاشته بودند، روبروی یکی از دوستان قدیمی خودش نشسته بود. در قهوه‌خانه پایین ساز می‌زدند. هوا گرفته و تیره بود. نم نم باران می‌آمد. فلاندن سرش را از ما بین 2 دستش بلند کرد. گیلاس شرابش را برداشت و تا ته سر کشید. رو به دوست قدیمیش کرد و گفت: هیچ میدونی، یه وقت بود که من خودم و وسط این خرابه ها و کوره ها و بیابونا گم شده تصور میکردم. تو اون لحظه ها با خودم میگفتم یعنی ممکنه یه روزی به وطنم برگردم، یعنی ممکنه دوباره همین صدای سازو بشنوم، یعنی واقعا آرزو میکردم که یه روزی برگردم خونه. آرزوی همچین ساعتی رو داشتم که با تو اتاق تنها باشم و درد دل کنم. اما حالا میخوام یه چیز تازه واسط بگم. البته میدونم که باور نمی کنی، ولی حالا که برگشتم بدجور پشیمونم. میدونی باز دلم هوای ایرانو میکنه، انگار که یه چیزی رو اونجا گم کرده باشم. دوستش که صورت او سرخ شده بود و چشمهایش بی حالت باز مانده بود، از شنیدن این حرف به شوخی خندید و گفت: اوژن شوخی نکن، من میدونم که تو نقاشی، اما حقیقتا نمیدونستم که شاعرم هستی. خب بگو از دیدن من بیزار شدی؟ بگو ببینم، نکنه اونجا دلبسته کسی شدی؟ آخه شنیدم زنای ایران خیلی خوشگلن. نه، هیچ کدوم از این حرفایی که زدم شوخی نیست. آها راستی یادم رفت اینو بهت بگم. یه روز رفته بودم پیش برادرت، صحبت از تو شد. رفت چند تا عکس تازه که از ایران فرستاده بودی رو برام آورد که بشینیم با هم دیگه تماشا کنیم. یادمه فقط عکس خرابه دیدم توی اونا. یکی از اونا رو میگفتن که پرستشگاه آتشه. ببینم مگه تو ایران مردم آتیش میپرستن؟ حقیقتش من از این مملکتی که تو بودی فقط میدونم قالیای خیلی خوبی داره، چیزی دیگه ای نمیدونم. حالا تو اگه هر چیزی دیدی واسم تعریف کن. اونجا واسه ما پاریسیا تازگی خاصی داره. فلاندن کمی سکوت کرد، سپس گفت: یه چیزی رو یادم انداختی. یه روز تو ایران واسم پیش آمد غریبی اتفاق افتاد. تا حالا به هیچ کس نگفتم، یعنی حتی اونجا که بودم به رفیقم نگفتم که همراهم بود. آخه میترسیدم مسخرم کنه.
تو که میدونی من توی زندگیم به هیچی اعتقاد ندارم، ولی اگه در طول زندگیم بخوام بگم که فقط خدا رو یک بار بدون ریا و صاف و ساده پرستیده باشم، توی ایران بوده، نزدیک همون پرستشگاه آتشی که تو عکسشو دیده بودی. وقتی تو جنوب ایران بودم و داشتم توی پرسپولیس کاوش میکردم، یک شب رفیقم که است حالش ناخوش بود، یعنی تنها رفته بودم نقش رستم. اونجا قبر پادشاه‌های ایران باستان رو دیده بودم که توی کوه کنده بودن. به نظرم عکسشو باید دیده باشی. یه چیزی صلیب مانند که توی کوه کنده بودن. بالای اون عکس پادشاهو گذاشتن که جلوی آتشکده ایستاده و دست راستشو به سوی آتش بلند کرده. بالای آتشکده پیکر اهورامزداست که خدای ایران باستانه. پایین اون به شکل ایوان توی سنگ تراشیده شده و قبر پادشاه میون یک دخمه سنگی قرار گرفته. از این دخمه ها چند تا اونجا دیده میشه که روبروی اونها آتشکده بزرگه که اونجا مردم بهش میگفتن کعبه زرتشت. آره، خوب یادمه. نزدیک غروب بود. من مشغول اندازه‌گیری همین پرستشگاه بودم. از خستگی و گرمای آفتاب جونم به لبم رسیده بود. یه دفعه به نظرم اومد که 2 نفر که لباسای اونا ورای لباسای معمولی ایرانیا بود به سمت من دارن میان. با اینکه پیر بودن ولی تنومند بودن. سرزنده با چشای درخشان. یک سیمای مخصوصی داشتن. از اونا پرسشایی کردم که معلوم شد تاجر یزدی هستن که از شمال ایران میان. دین اونها مثل مذهب بیشتر اهالی یزد زرتشتی بود. یعنی مثل همون پادشاه‌های ایران باستان آتش میپرستیدن و مخصوصاً راهشون رو کج کرده بودن که به اونجا بیان تا اون آتشکده باستانی رو زیارت کرده باشن. هنوز حرفام تموم نشده بود که شروع کردم به جمع کردن خرد و چوب و برگای خوش. اونا رو روی هم جمع کردن و تشکیل کانون کوچکی دادن. من همینطور مات و مبهوت تماشا می کردم. چوبای خشک آتیش زدم. شروع کردم به دعا خوندن و زمزمه کردن زبان خاصی که من تا اون لحظه نشنیده بودم. یتاهو ویریو اتارتش اشاچید جای ونگهش دزدام نینگو شازن نام انگهش مزدای شتریم چا اهورای آیم درگو بیو ددد واستاره. فکر کنم همون زبون زرتشتی یا اوستا بود. شاید هم همون زبونی بود که به خط میخی روی دیوارهای پرسپولیس نوشته بودن. این 2 نفر جلوی آتش مشغول دعا بودند که سرمو بلند کردم و دیدم روی تخت سنگ بالای دخمه روبرویم مجلسی که در سنگ کنده شده بود درست و دقیق شبیه همون مجلس زنده‌ای بود که من جلوی اون ایستاده بودم و با چشم خودم داشتم میدیدم. من سرمو بلند کردم و دیدم که روی تخت سنگ بالای دخمه روبرو مجلسی که در سنگ کنده شده بود درست شبیه مجلس زنده‌ای بود که من جلوی اون ایستاده بودم و داشتم با چشمای خودم میدیدمش. مثل این بود که این آدم‌ها از روی سنگ بالای قبر داریوش بزرگ زنده شده بودن و پس از چندین هزار سال اومده بودن روبروی من تا مظهر خدای خودشون رو بپرستن. من از این شگفت زده شده بودم که چطور بعد از این همه سال با وجود تلاشی که واسه نابود کردن و برانداختن این کیش به خرج داده بودن
باز هم پیروان این کیش باستانی داشت که پنهانی ولی در هوای آزاد جلوی آتش به خاک بیفتن. اون 2 نفر رفتن و ناپدید شدند. من تنها مونده بودم، اما کانون کوچک آتش هنوز میسوخت. نمیدونم چطور شد که خودم رو زیر فشار یک هیجان مذهبی حس کردم. خاموشی سنگینی اونجا فرمان روایی داشت. ماه به شکل یک گوی گوگرد آتش گرفته از کنار کوه در اومده بود و با روشنایی رنگ پریده‌ای بدنه آتشکده بزرگ رو روشن کرده بود. حس کردم که 2-3 هزار ساله که به قهقرا رفته. ملیت، شخصیت و محیط خودم رو فراموش کرده بودم. خاکستر پهلوی خودم رو نگاه کردم که اون 2 نفر پیرمرد مرموز جلوی اون به خاک افتاده بودن، اونو پرستش و ستایش کرده بودن. از روی اون به آهستگی دود آبی رنگی به شکل ستون بلند می شد و توی هوا موج می زد. سایه سنگ‌های شکسته، کرانه محو آسمون، ستاره هایی که بالای سرم می درخشیدن و به هم چشمک می زدند، خاموشی با شکوه جلگه، ویرونه‌های اسرارآمیز و آتشکده های دیرینه مثل این بود که روان همه گذشتگان و نیروی افکار اونا بالای این دخمه ها پرواز کنه. همه اینا منو وادار کرد یا یک جورایی بهم الهام کرد، چون دست خودم نبود. من که به هیچ چیز اعتقاد نداشتم بی اختیار جلوی این خاکستری که دود آبی ازش بلند می شد زانو به زمین بزنم و اونو بپرستم. نمیدونم چی باید بگم، ولی احتیاج به زمزمه کردنم نداشتم. شاید 1 دقیقه نگذاشت که دوباره به خودم اومدم، اما من مظهر اهورامزدا رو پرستیدم، همونطوری که شاید پادشاهان ایران باستان اونو میپرستیدن. توی همون 1 دقیقه من آتش پرست شدم. حالا تو هرچی میخوای در مورد من فکر کن. شایدم سستی و ناتوانی آدمی زاده. خب امیدواریم از تجربه این قسمت لذت برده باشید و اگه لذت بردید با لایک و سابسکرایب کانال گوستان رو حمایت کنید. خوشحال میشیم از نظراتتون استفاده کنیم و اگه داستان یا نویسنده‌ای مد نظرتونه حتما توی کامنت به ما پیشنهاد بدید و در آخر خسیس نباشین، این تجربه رو با دوستانتون هم به اشتراک بذارید. تا قسمت بعدی، خدا نگهدارتون.